إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز هم که باشد بحر شما احکام محتضر، یعنی انسان وقتی جان دادن چی مسئله پیش می آید به انسان کرده شود، به سمع شما می رسونیم. مسئله 632: مسلمانی رو که محتضر است، یعنی در حال جان دادن می باشد، زن باشد یا مرد، شخصی مزبور رو بر پشت دراز کرده، مزبور گفته همون آدمی که جان میده، و هر دو پایش رو میگه به طرف قبله کند و در زیر سرش بالش و غیر بینهد تا روی آن به سوی قبله شود، میگه، و به اطراف نشسته کلمه طیبه را بلند بخواند تا بشنود و بگوید و با آن دستور گفتن داده نشود وقتی بسیار نازک است و معلوم نیست که چی از دهانش بیرون آید. یعنی لا اله الا الله آهسته آهسته بگو و او را مجبور نکنه که بگویم گپه، همون در پیش گوش گفتن که گرفتی او خود میگه. مسئله 633: هرگاه یک مرتبه کلمه جاری کرد، خاموش شد، دورش بنشیند و کوشش کند که مرتبا کلمه بگوید، چون مقصود که در این لحظات کلمه بگوید حاصل شد. البته اگر بعد از کلمه جاری کردن سخن دنیوی زد، مجددا بلند کلمه بگوید تا آن هم کلمه جاری کند. مسئله 630: و پایها سست شود و بینی زرد و کج گردد، مرگ نزدیک رسیده و در این وقت مرتبا با آواز بلند کلمه طیبه رو بخواند. وقتی که همون نفس تند میکشه و پاهاش سست میشه و بینیش زرد میشه، میگه الله متعال ما را از سختی جانگیری و مشقت جانگیری آسان بگردونه. همین حالت که رخ بدهد، الکی درک میکنی که جان گرفته است از رویل. مسئله 635: از خواندن سوره مبارکه یاسین در شدائد مرگ تخفیف می شود، لذا بالای سر آن نشسته تلاوت کرد. اما وقتی جان دادن در سوره یاسین بخونش، مرگ براش آسان می شود. مسئله 636: در این وقت صحبت دنیایی که دلش به سوی دنیا تمایل کند گفته نشود، در پیش ایگپ دنیایی زده نشود، زیرا که وقت جدایی از دنیا و رسیدن به پیشگاه پروردگار است. لذا کلماتی گفته شود که رغبت به سوی خدا بیشتر و از دنیا متنفر و بیزاری گردد. کوشش کن در پیش همون تلاوت قرآن کرده شد یا حدیث گفته شود که همون انسان محبت میلش به آخرت شود، نه به دنیا. 637: در وقت مرگ از کلمات کفریه از دهان بیرون آید، با آن توجه نباید کرد، زیرا با واسطه سختی مرگ عقل را از دست داده بدون قصد و اراده کلمات از زبانش بیرون می آید و در این حال هر چی بگوید معاف است. میگه وقتی همون جان اعوذ بالله یگون گپای کفری زد، میگه او را شما اهمیت نده، به خاطر که در آن وقت جان دادن عقلش ای دست میدهد، هر چی گفتنش ممکنه. میگه مسئله 638: بعد از بیرون شدن روح از بدن همه اعضایش درست کرده شود. اگر وقت انسان که جان داد بگیم بدنش راست میکنی، همه اعضایش رو درست کرده شود، چشمهایش رو با مالیدن انگشت بسته و پارچه از زیر زخدانش برده بر سرش کرده زند تا دهان باز نماند، چشماش میپوشاند، چلیکاش به هم جوس میکنه، منهش میبنده و هر انگشتان بزرگ پایها رو با هم میبندد، انگشتان پا را ایش به ایش میبندد، انگشتان پای کلمه و چادر بالای آن کشیده در فکر غسل و تکفین برآیند و در وقت بستن دهان و دیگر اعضای این دعا رو بخواند: بسم الله و علی ملت رسول الله. وقتی که منه میبندن، همین را میگه بسم الله و علی ملت رسول الله. مسئله 639: افسوس که ما امروز همین دعاها را اکثریت ما نمیدونیم و استفاده هم برده نمیتونیم، به خاطر جاهلیم، از دین دوریم.
مسئله 639 بعد از مردن محلی معطر گردانیده شود و زنان حایضه و نفسا و اشخاصی که احتیاج به غسل دارند نزد میت ننشینند. میگه اکا همون وقت انسانی که مرد میگه همون خونه را خوشبو که و تنه همون بگیم لطه که در بانوی مرده هسته همون را خوشبو کنیم، عطر کنیم، خونه را خوشبو کنیم. اگر گل دگیرچم گلزارم بکن گلم بگذاریم با که ندارم. و همون زنایی که در حیض هستن یا در نفاس هستن در نزد همون نشینن خوبتر و بهتر است. بیان غسلی اکا میگذاریم در بیان غسلی میت. بیان غسل میت مسئله 640 وقتی وسایل غسل و کفن و قبر آماده شد اولا 7 مرتبه تخته که میت بالای آن برای غسل دادن گذاشته می شود به خوشبویی شسته شود و بعد میت را بالای آن گذاشته لباس میت را در آورند و از ناف تا زانو که عورت است بپوشانند. اولا میگه همون تخته که مقصد مردشو میگیم ما و شما هم تخته مردشو چیکار کنه میگه همون تخته مردشو اولا همون را با خوشبویی میگه 7 مرتبه مقصد هم او ایقا خوشبو را علالش میکنه 7 مرتبه اوش بکرنی بعدا مرده را در بالای هم میگذاری لیکن همون ایتناف تو تای زانو که عورت پوشیده شو میگه گذاشته لباس میت را در آورده و از ناف تا زانو که عورت است بپوشاند. مسئله 641 طریق غسل دادن این است که اولا میت را استنجا دهند به این ترتیب که غسال به دست خود پارچه یا پنبه پیچیده و دست را از زیر لنگه داخل کرده استنجا دهد و سپس وضو دهد بدون مزمزه و استنشاق. بعد آن را با پهلوی چپ خوابانده میگه که اگر دستش لطه میپیچونه و همو ایزاش مقصد ایتای همو لطه دستش پیش برن و اوزولوش میشه که تو زمین او میریزه اگلا ایتا دیار نمیکنه پوشیدگی هم تا روش هم میشوه دستش هم میشوه رنگی تارت ایتاری مزمزه و استنشاق دهن بینیشه نمیشوه و استنشاق بعد آن رو بر پهلوی چپ خوابونده و پهلوی راست رو 3 مرتبه به یا پرش مینه پهلوی راست 3 مرتبه شوه و چنان آب بریزد که آب از زیرش جاری گردد مثلا تا آب میریزد که بروه. بعد به پهلوی راست خوابونده و پهلوی چپ رو مثل پهلوی راست بشوید. مسئله 642 آب باید با اشنان و صابون گرم کرده شود و اگر این دو موجود نبود آب تنها کافی است. اشنان گفتم ممکن یکم خوشبویی باشه یکم صابون و یکم چی باشه همو قطعی آب گرم کرده شد میگم. مسئله 640 بعد از تمام شدن غسل میت رو به خود تکیه دهد میت میگه تکیه دهد بعد از طوره که غسل میت رو به خود تکیه دهد و آهسته شکم آن را دست کشد و اگر چیزی بیرون آمد آن را شسته و غسل را اعاده نکند و بعد آن را در لنگه پاک خشک کرده بالای کفن بگذارند و اگر یک مرتبه تمام بدن میت را شسته شود فرض ادا می شود. یک مرتبه که شوش فرضش چی میشه اشکال شمولت با چیزی که عیقی چی خارج کشید با همون یک مستحبش استنجاش میته چی میشه کفایه میکنه. مسئله 644 در وقت غسل دادن گوشها و بینی را با پنبه و غیره ببندد. در همون وقت غسل دادن میت میگه گوشها و بینی رو میگه با پنبه و غیر ببندد تا آب داخل نشود. اما میت وقتی که مرده را میشوی در گوشهای میت میگه پخته مونه در بینیش هم پخته مونه تا که آب داخل نشه میگه. مسئله 645 اگر میت جنوب مرده بود یا زن حایض یا نفسا بود داخل کردن آب در دهان و بینی آن لازم است.
میگه مرد بود یا اینکه زن حائض بود یا نفسا بود، میگه داخل کردن آب در دهان و بینی آن لازم است و با وسیله پنبه یا پارچه آب را از دهانش بیرون کند. مقصد خاک همو بینیش درون بینیش آب تر میکنه یا دهانش همو خاک آب چی میکنه کمتر آب کریخ هم لتر چکو میکنه لطه قوقه که میموند تر میشه میکشه میگیره اوشه. به همین طریق همون دهانش هم بینیش هم چکو میکنن تر میکنن. مسئله 646 وقتی میت رو بالای کفن گذاشتن بر آن عطر بزنند و اگر مرد باشد ریش آن رو گردونند. وقتی مرد باشد با در کفن که موندنش با هم کفنش هم چکو میکنن عطر ناک میکنن. با مردک ریشدار باشه ریش هم چکو میکنن عطر گردونند. میگن سپس پیشانی و بینی و کف دو دست و هر دو زانو و کف هر دو پای میت را کافور یا خوشبوی دیگر بزنند. مسئله 647 موهای میت و ناخن آن کوتاه کرده نشود. موهاشم ناخناشم کوتاه کرده نشود بلکه بر حال باقی گذاشته شود. اگر مرد فوت کرد و در میان مردان کسی پیدا نشد که آن را غسل دهند، زنی که محرم آن باشد آن را غسل دهد و اگر زنی محرمی نبود یک مردک بود در میان مردا کسی پیدا نشد که هیچ که بکلش نگرد گفت من نمیشم یک کسی محرم آن باشد میگه اپش بود خوارش بود دیگر بگیم بود مادرش اینها میگه همون چکار کنه غسلش بده و اگر زنی محرم نبود آن را تیمم دهند و اگر تیمم دهنده نامحرم باشد دست خود را با پارچه پیچیده تیمم دهد. میگه وقتی اگر که همون مردکا با کلش نگرفتن همون مرده بگیم که محرمش اپش خوارش فرزنداش چکار میکنن میشونش. اگر اینها هم نبود مثلا یک مردک بده همه زنک بده همو چکار کرد فوت کرد او را چکار میکنن همو زنو در دستش لطه میبنده هم یا زنک در دستش لطه میبنده به همو مردک تیمم میدیه چی میشه درست میشه. مسئله 649 اگر شوهر زن فوت کرد زن میتواند آن را غسل دهد و کفن کند. شوهرش زن فوت کرد شوهرش میتونه غسل دهد و کفن کند و اگر زن بمیرد شوهر نمیتواند آن را میساز کند. البته نظر کردن و از بالای کفن کردن جنازه را جایز است. مسئله 649 یکی اگر شوهر زن فوت کرد زن میتواند آن را غسل دهد. زنش میتونه که همون را چکار کنه غسل بدهد. خاطر که یک مسئله که به خاطر که زن بعد شوهرش وفات میکنه 4 ماه 10 روزگه میسته و هم خاطر زن میتونه که چکار کنه مرد خود را بشوه لیکن مرد نمیتونه زن خود را بشوه به خاطر که مرد اگر همه روز زنش وفات کرد پگاه میتونه که زن دیگه بگیره و اگر زن بمیره شوهر نمیتواند آن را میساز کند. البته نظر کردن و از بالای کفن گرفتن جنازه اش را جایز است. مسئله 650 زن در حالت حیض و نفاس نمیتواند میت را غسل دهد. زنی که در خودش در حالت حیض باشه یا نفاس باشه غسل داده نمیتواند. میگه مسئله 651 برای شستن زنی که از خویشاوندان نزدیک باشد بهتر است. برای شستن زنی که از خویشاوندان نزدیک باشد بهتر است. مقصد یک زن اپش خوارش مادرش یا باشه بهتره و اگر نبود هر عیال دیندار و متقی باشد جایز است. مسئله 652 اگر در وقت شستن میت عیبی را مشاهده کرد یا صورت آن دیگرگون شد به کسی اظهار نکنند. مثلا که بعضی حالت ها میشه که در بدن میت یگان چیز میبینن یا یگان تظاهرات در همون میت واقع میشود باید به کسی گفته نشود. مسئله 653 اگر کسی در دریا غرق شد و فوت کرد هرگاه بیرون آورده شود است. یک انسان در دریا غرق شد فوت کرد مرده شد بردن او را غسل کردن چه لازم است و غرق در آب جای غسل را نمیگیرد. اگر وقتی بیرون آوردن به نیت غسل آن را در آب حرکت دادن غسل ادا می شود. لیکن هم وقتی آب گرفتنش بود هم آب یا طری مثلا شک تکش کن چی می شود
درست میشه و همین حکم رو دارد. بریدن باران برمایید. در آب حرکت و غسل ادا می شود و همین حکم رو دارد. بریدن باران برمایید. اگر همو در بریدن باران هیچ کس نتونستن همو بگم جا نگاه کم بارون های دم تای بارون موندنش هم مایتا هم بارون ازاد شوشت همش توزا کرد همو دم چه شود درست میشه. مسئله 654 اگر تنها سر کسی پیدا شد غسل داده نشود بلکه همون طور دفن شود. یک سر تا قبل او را چکار میکنی؟ او را غسل نمیکنی، همون طور چکار میکنی؟ دفنش میکنی. و اگر نصفی بیشتر بدن پیدا شد خواه با سر باشد خواه بدون سر غسل دادن آن واجب